أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، اولا سلام خود را به یکایک شما شنوندگان محترم رساندنی هستم و ثانیا برای یکایک شما یک مسئله بسیار مهم، یک مسئله داغی روز که امروز متاسفانه در بین جوانها بالخصوص آن بلاگرهایی که در یوتیوب هستند در بین اونها پهن شده است یک بازی با نام کانکورس یا مسابقه یا آزمون یا هر نام دیگری که این را میگذارند. بعضی از برادران و دوستان سوال کردند که این حکمش چی است؟ همین کاری که کرده ایستادند جایز است یا ناجایز است و اسلام در این باره چی میگوید؟ و بنده حالا تصمیم گرفتم که برای شما حکم این کانکورس را یا حکم این بازی که بلاگرهای ما انجام داده ایستادند این را بیان بکنم. پیش از اونه که قول عالم ها را براتون بگویم، اولا خلاصه مختصر براتون میگویم که این بازی که حالا تشکیل کردگی هستند این حرام هست بازی کردنش، زیرا که این قمار هست و اشتراک کردن هر کسی که بلیط های این بازی را میخرد اون انسان هم در این قمار دست دارد، گناهگار میشود. و هر کسی که مردم را دعوت به این بازی میکند اگر هرچند یگان فایده هم نگیرد مردم دعوت میکند که در این بازی اشتراک بکنند و اون اشتراک کننده ها هم گناهگار میشوند. و هر کسی که در این بازی چیزی میبرد، مثلا صاحب ماشین میشود یا صاحب خانه میشود یا صاحب تلفن یا از کامپیوتر یا چند سوم به دست میارد از این بازی، آن سومش یا آن مال به دست آوردهش حرام است و ممکن نیست، اجازت نیست موافق شریعت که اون انسان اون مال را یا اون چیز را برای خود فایده حساب کند و برای خود حلال بداند. این خلاصه جواب است که حالا همین گفته هایم را با دلیل از قول عالم ها بالخصوص که عالم ها از قرآن و سنت گرفتند برای شما پیشکش میکنم. برادران عزیز و مهربان، پیش از آنکه که در این مسئله داخل بشوم، اولا همچنین در یک مسئله دیگر که با نام ادین اکسپرت است، نمیدانم ادین چیزی هست، این بازی که همچنین بسیار بلاگرها مردم را دعوت میکنند اون هم قمار هست و حرام هست و جایز نیست اشتراک کردن یا برای آن بلاگرهایی که از این حساب سوم به دست میارند سومی به دست آورده اشان حرام هست. این مختصر کوتاه جواب ادین اکسپرت. پس میگذاریم به موضوعی که امروز بسیار مشهور شده است، کانکورس. برادران، این کانکورس حرام هست، چطوری که در کتاب فتاوا از امام عبدالحلیم محمود الله رحمت و مغفرتش کند جلد 2 صفحه 232 میگوید که الیا نصیب
اوراق لها سعر معین. یا نصیب چطوری که امروز کنکورس میگویند، در بین عربا یا نصیب یک ورقی هست میگوید که اون ورق یک نرخی معین دارد. چطوری که امروز در کنکورس ها بلیط ها را نرخ های معین میگذارند، 1000 روبل و 500 روبل و 600 روبل یا از این زیاد و کم. انا همین طور میگوید یا نصیب یک ورقی هست که در اون نرخ های معین گذاشته می شود. تقوم باصدارها جماعت او هیئت. این ورق را یک جماعت یا یک گروه این را تشکیل میکند. چطوری که امروز در کنکورس میبینید که بعضی ها را یک تشکیل میکند یک آدم، بعضی ها را چند کس جمع میشود و این کنکورس را تشکیل میکند. پس میگوید همین ورق ها یک نرخ معین دارد. ثم تجمع المبالغ المتحصله من بیع هذه الاوراق. پس میگوید سومی که از این ورق ها را میفروشند یا که این چیزها فروخته میشود و از اون سوم جمع میکنند و در آخر چیکار میکنند؟ و تجری قرعه على مبلغ کبیر منها. در آخر همه ورق ها را بود کردند. چطوری که کنکورس حاضر میکنند 1000 یا 500 یا زیاده و کم، میگه بلیط داریم بخرین. وقتی که میگه همه اینها را فروختن، پس ورق ها در نام ها را میگذارند و قرعه میگذارند. چطوری که امروز کنکورس کن ها انجامش میدهند. علی مبلغ کبیر منها، یا سومی کلانی در اونجا هست. مثلا این انسان 100 سومانی بلیط خریده است، در اونجا شاید فایدهش هزارها سومانی باشد یا صدها هزار سومانی شاید باشد. پس میگوید اون یک سومی کلان هست. یا امروزه قد بگیریم ماشین میمانند یا تلفن هست یا دیگر چیزهایی که سومی کلان می ایستد آن چیزها. و من تستقر علیه القرعه یفوز بهذا المبلغ الضخم. و هر کسی که نامش ببراید، همون قرعه در نام کسی برآمد، پس اون انسان همون یک آدم یا چند آدم معین کرده شده شان از بین هزارها میگیرد اون سومی را که در اینجا گذاشته بودند. و شریعت الاسلامیه تنظر الى هذا العمل على انه صورة من صور الميسر او القمار. پس میگد که اسلام، شریعت اسلام این عمل را به اندازه نگاه میکند یا حکم این عمل را میگوید که این یکی از نوعهای قمار هست. یعنی که قمار چند نمود میشود، یکی از نمودهایش انا همین کنکورسی که امروز بچه ها میگذارن انا همین هست. یک نمود دیگرش انا همون ادین اکسپرت هست. حيث يدفع المشتري للورقه مبلغا صغيرا. میگه که انسانی که اشتراک میکند با یک سومی کوتاه، سومی کم، سومی ناچیز میسپارد. فی انتظار ربح ضخم. این انسان انتظار است که سومی کلان را به دست میارد. فاذا لم يربح خسر ما دفعه. و اگر این انسان فایده را به دست نآورد، پس همون سومی را که گذاشته بود اون سوم از دست می رود، اون دیگر ضرر می شود براش. یعنی که سومی داده اشه دیگر گردانده گرفته نمی تواند. پس میگوید فلیانصیب صورة منظمة من صور المیسر الذي حرمه الله تعالی فی القرآن الکریم فی قوله تعالی. پس میگوید همین کنکورسی که امروز میگذرانند که عرب ها یا نصیبش میگویند یا که به مثل همین یک چیزی هست یا نصیب در بین عرب ها مشهور هست، میگوید یک صورتی منظمه، یعنی یک صورتی معینی از صورتهای قمار هست. همون قماری که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم در سوره مائده آیت 90 و 91 حرام اعلانش میکند. پس دلیلش چی است که اینقدر این بزرگوار این بازی را یا این فایده را حرام گفت؟ دلیلش این آیت می باشد. الله تبارک و تعالی میگوید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
الله تبارک و تعالی میگه ای آن کسانی که ایمان آوردید، انما الخمر، هر آینه میگوید عرق و المیسیر، قماربازی و الانصاب، بوت و الازلام، آن سنگ هایی که برای قرعه پرتایی است، رجسون من عمل شیطان، همه اینها رجس می باشند و همه اینها عمل شیطان هست. پس کسانی که امروز این چیزها را زنده میکنند اونها رفیقان شیطان هستند. از الله بترسید ای برادران و دوستان، ای بلاگرها، ای اشتراک کنهای این بازی. الله تبارک و تعالی شما را، همه اتان را پیروان شیطان میخواند. میگه اولا که رجس است، یعنی پلید است، بد است. بعد دیو میگه که من عمل شیطان، از کار شیطان هستین، این کار شیطان میباشد. پس الله تبارک و تعالی میگه فجتنبوه لعلکم تفلحون، پس شما دوری بجویید شاید که شما رستگار شوید، پیروز شوید. ببینید انا همین جای آیت دلیل هست برای حرام بودن این کانکورسی که بچه ها با این شرط و شروطی که حالا میگذرانند این حرام هست. با همین دلیل فجتنبوه، الله میگه که دوری بجویید. دوری بجویید یعنی حرام هست، دوری بجویید یعنی که ناجایز است، ممنوع هست. الله میگه شما به این نزدیک نشوید. پس این آیت دلیل برای حرام بودنش است. همچنین الله تبارک و تعالی حرام بودن این را بیان کرد، باز علتش بیان میکند، سببش بیان میکند. میگه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. ببینید الله تبارک و تعالی میگه انما یرید الشیطان، شیطان میخواهد، یا پیروان شیطان امروز پیروان شیطان این چیزها را انجام داده است. کسانی که بدانند و انجامش بدهند، اما کسانی که نمیدانند پس شما از الله بترسید و از این پیروی شیطان دست بکشید. الله میگه انما یرید الشیطان، شیطان با پیروانش میخواهد ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، در بین شما دشمنی، بدبینی را پهن بکند. در بین شما مسلمان ها بدبینی و دشمنی شود. فی الخمر والمیسیر، با سبب چی؟ با سبب عرق و با سبب قماربازی در بین شما دشمنی و عداوت می شود ای بندگان. و یصدکم عن ذکر الله، این دو چیز عرق و قمار چیزهایی هست که شما را از یاد الله دور می کند ای مسلمان ها. و یصدکم می بندد پیش شما را محروم می کند از ذکر الله. و عن الصلاة، شما را از نماز محروم می گرداند. فهل انتم منتهون، الله میگه پس آیا شما بس کننده هستید؟ ببینید الله سوال میگذارد فهل انتم منتهون، پس شما بس کننده هستید ای قماربازها، ای کسانی که مردم به قمار دعوت میکنید، آیا شما بس کردنی هستید یا به همین پلیدی، با همین راه شیطانی رزق یافته و با همین مرده میروید شما؟ ببینید الله تبارک و تعالی میگه هل انتم منتهون، که بس میکنید؟ بس بودگیست، اکنون بازگردید به راه الله و رسول. پس ما هم همچنین سوال میگذاریم، همچون بنده الله، همچون رساننده سخن الله، که ای بلاگرهای قمارباز، آیا شما مردم تاجیک، ملت تاجیک را از این راه فسادی که برده ایستاده اید بس کردنی هستید یا نه؟ ای مردمی که، ای مشتریانی که، ای پسچیکای گروهایی که شما قمار بازی میکنید، در کانکورس های قماری اشتراک میکنید، آیا شما از این دست کشیدنی هستید؟ بس میکنید؟ این سوال هست برای شما. اگر عاقل هستید پس باید بس کنید. پس میگوید صاحب فتوا عبدالحلیم محمود، میگوید فلیانصب لکونه لونا من الوان المیسیری، پس میگد این
کانکورس یکی از قمارها هست، رنگی از رنگهای قمار هست. همچنین میگوید ینشر العداوة والبغضاء، انسان در بین مردم دشمنی و بدبینی را پهن میکند. و یصد عن ذکر الله، و مردم از یاد الله دور میکند. و عن الصلاة، و مردم را از نماز همچنین دور میکند. پس این بود فتوای یکم در این باب. میگذاریم به فتوای دوم یا قول از قولهای عالم ها در این باره که سوال شدگی هست. همچنین درباره بازی های لاتا و یا دیگر بازی هایی که بسوم بازی میکنند و همچنین ورق یا نصیب یا همین کانکورس هایی که امروز میگذرد سوال شدگی هست. بزرگان جواب میتیند. مثلا در کتاب زاد المسیر جلد 2 صفحه 260 میگوید المشارکة فی العاب یا نصیب بکافة اشکالها و انواعها حرام شرعا. میگوید اشتراک کردن در بازی های کنکورسی اگه تشکیل کردنش به طریق اولا حرام است. همچنین میگوید اشتراک کردن در بازی های کنکورسی که امروز میگذرانند بکافت اشکالها، هر نام دیگرشان بمانند، هر نمود دیگر تغییرشان بتیند، ادین اکسپرت است، کانکورس است یا آزمون هم بماند اگر نام شو همین شرط و شروط را داشته باشد و انواع ها چین نوع دیگر هم بماند و با همین شرط و شروط حرام شرعا. میگوید در اسلام حرام هست. لأنها صورت من صور القمار، زیرا اینکه این یک نوعی از نوعهای قمار می باشد. الله تبارک و تعالی درباره قمار فرموده است بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای آن کسانی که ایمان آوردید، هر آینه عرق و قمار و بتها و سنگهایی که برای فال دیدن هست رجس من عمل شیطان، همه اینها رجس است، از عمل شیطان می باشد. الله میگوید فاجتنبوه لعلکم تفلحون، پس شما دوری بجوید شاید سربلند شوید، شاید نجات بیابید. الله میگوید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. الله میگوید هر آینه شیطان میخواهد در بین شما دشمنی و بدبینی را جای بکند با سبب عرق و با سبب قمار و شما را از یاد الله دور بکند، از ذکر الله دور بکند و شما را از نماز دور بکند. فهل انتم منتهون، پس آیا شما بس کردنی هستید این راه شیطانی را؟ پس این هست سوره مائده آیت 90 و 91 که در فتوای اول با تفصیل این آیت ها را بیان کردیم. و کتاب زاد المسیر را صاحبش میگوید که والمیسر هو القمار. در آیت که میسر آمد، اون میسر میگه همون خودش قماره که هست، همون قمار هست. و تحریم ظاهر، تحریم حرام بودن قمار میگه آشکار هست با قول الله سبحانه و تعالی که فاجتنبوه. همین فاجتنبوه میگه دلیل هست برای حرام بودن قمار. الا یجوز اللعب والمشارکه فی صور القمار، جایز نیست بازی کردن یا اشتراک کردن در هر نمودی از قمار باشد. هر نمودی قمار باشد اشتراک کردنش میگوید جایز نیست، حرام هست. و یجب الابتعاد عن الاماکن التي تمارس فيها مثل هذه الالعاب. و همچنین میگه واجب است دور شدن از جایهایی که برادران مسلمان آگاه باشید حرام است پدپیست کردن در گروه های اینترنتی که در آنجا قمار کانکورس میگذرانند، حرام است. و یجب الابتعاد، واجب است دور شوید از پدپیست کردن اون گروه ها. به خاطر الله از اون گروه ها شما دور شوید. عن الاماکن التي تمارس فيها، از جایهایی که در آن جایها قمار بازی کرده می شود، در آن جایها قمار بازی می شود
از اون جایها میگه شما دور باشید. این هست کتاب قول فتوای زادالمسیر در جلد 2 صفحه 260. و همچنین در این باره حدیث داریم پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید میکند برای حرام بودن قمار. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. حدیث متفق علیه است. این حدیث امام بخاری و مسلم روایت کردگی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که ببین هر کسی که رفیقش را بگوید که بیا قمار بازی میکنیم، ولی بازی نکرده است، فقط بگوید که بیا قمار بازی میکنیم، میگه فلیتصدق، پس باید میگه صدقه بکند. الله اکبر. امام مسلم در شرح همین قول در صحیح مسلم میگوید من قال لصاحبه، هر کسی که رفیقش را بگوید تعال اقامرک فلیتصدق، بیا قمار بازی میکنیم، پس باید میگه این انسانی که رفیقش گفته است بیا قمار بازی میکنیم باید صدقه بتید. در همین باره میگه قال العلماء، عالم ها گفتگی است که امر بالصدقه تکفیرا لخطیئتی فی کلامه بهذه المعصیه، امر کرده شده است برای صدقه کردن. برای چی؟ برای بخشیدن آن خطایی که این انسان در سخنش کرد با سبب این معصیت. یعنی که وقتی که انسان میگه بیا قمار بازی کن، این میگه یک معصیت بزرگ است، باید صدقه بدی که الله تبارک و تعالی گناه تو را ببخشد. برای قمار بازی کردن ای کنکورس تشکیل کنها، هر روز شما چقدر مردم دعوت میکنید به این کنکورستان، به این قمار، شما باید چقدر صدقه برارید، صدقه برارید که الله شما را ببخشد، و الا وای به حالتون در روز قیامت. قال الخطابی، خطابی میگوید که معنای همین حدیث چی است؟ معناش گفتگی است که فلیتصدق بمقدار ما امر ان یقامر به. ببین میگه که باید چقدر صدقه بتید، اندازهش چقدر هست؟ میگه اندازهش به همین مقدار هست که یک انسان را گفت بیا قمار بازی کنیم، چند سو میده گفته است قمار بازی کنیم، باید انا همون قدر صدقه بتید. پس ای بلاگرها، شما اگر تمام مال و ملکتونه بتید باز هم نمیرسد در این قدری که مردم شما دعوت به قمار کرده هستید، شما چیکار میکنید در روز قیامت؟ وای به حالتون، وای به حالتون در روز دشواری که آن روز پدر و مادر از فرزند، از جگربندش، از خون خودش، از آن کسی که در این دنیا تمام چیزش براش میداد میگریزه. وای به حال شما چیکار میکرده باشید؟ وای به حالتون. میگه باید انا همون قدر صدقه بتید. و صواب الذي عليه المحققون و هو ظاهر الحديث انه لا يختص بذلك المقدار. باز خطابی گفته است اکنون بهتر ثواب و درست همین است، چطوری که بسیاری از عالم ها در این قول هستند و ظاهر حدیث هم بر همین دلالت میکند که اکنون اگر هرچند اون قدری که با مقداری که با قمار دعوت کرده است اون قدر سوم هم نتید، کمتر هم بتید، میگه میشود. بل یتصدق بما تیسر مما ينطلق علیه اسم الصدقه، بلکه میگه از این دم کمتر هم باشد میشود، همون قدری که نامش صدقه باشد میشود. مثلا 10 تومان، 20 تومان، 50 تومان یک ازم بتید برای همین دعوتای کرده شد میشود. پس ای بلاگرهای عزیز، ای بلاگرهای محترم، این برای شما آسانی است که شما یک چی کمتر هم صدقه بکنید و از این بازیتون دست بکشید، ان شاء الله الله شما را میبخشد، و الا در روز قیامت وای به حالتون. و یؤیده روایت معمر الذي ذكرها مسلم فليتصدق بشيء. پس میگه وقتی که ما گفتیم با مقدار اون صدقه هم نکنه کمتر هم بکنه میشود، میگه دلیل من چی است؟ دلیل من همین حدیثی است که امام مسلم روایتش میکند که فلیتصدق بشیء، بس یگان چه صدقه بکند. در این حدیث گفت فلیتصدق یعنی صدقه بتید. پس علما گفتن بعضیشون که به اندازه آن سومی که به قمار دعوت کرد، بعضیشون گفتن حدیث دیگر داریم که فلیتصدق بشیء یعنی که یک
کم هم باشد یک چیزی صدقه بکند، پس با این حدیث میگه میتونیم بگیم که کمتر هم صدقه بکند جایز است. پس این باز یک آسانی برای شما شد ای بلاگرها. پس در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم غلیظ بودنی قمار را بیان میکنه که حتی انسان دعوت به قمار، دعوت به گناه بکند چقدر سخت است. باید صدقه بدهید، حتی انجام دادگی نیست، ولی فقط دعوت کردگی است، باید صدقه بدهید. پس بلاگرهایی که تا به امروز انجام ندادید این کانکورس را، پس دست بکشید و به سوی الله توبه بکنید و رجوع به سوی الله بکنید. و کدامتون که انجام دادید پس شما صدقه بدهید، پس شما توبه بکنید، پس شما اعلام کنید توبتون و برای مردم بفهمونید که خطای بزرگی را انجام دادید. و حدیث دیگر داریم از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. این حدیث ابن حبان در صحیحش روایت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید داخل جنت نمی شود آن گوشتی که از مال حرام سبزیده است یا از مال حرام پیدا شده است. پس شما از قمار بازی میکنید، چند سوم میگیرید، میبرید طعام میکنید، میخورید و از اون طعام خورده شما در بدنتون گوشت میشود یا در بدن زن و فرزنداتون گوشت میشود. پس همه‌تون به سبب این مال حرام از جنت محروم میشوید. وای به حالتان. از الله بترسید، چنگ نزنید به مال حرام، بالخصوص به قمار که سببی دور شدن، سبب محروم شدن از جنت میگردید. ای بلاگران محترم، دور باشید از قمار. ای تمام پتپیسچیکا، دور باشید از قمار، دور باشید از اشتراک در کانکورس ها. از الله بترسید. و همچنین در فتاوای ازهر جلد 7 صفحه 259 آمدگی است که اوراق یا نصیب حرامون. ببینید کانکورس یا نصیب مثل همین کانکورس است. کانکورس حرام هست. سببش بیان میکند. برای چی حرام است؟ لانها نوع من انواع القمار. زیرا که این کانکورس ها با این شرطایی که میگذرانید، نواشنیک میمانید یا هر چیزی را میمانید، مردم در فریبتون گرفتار میکنید، بیچاره غریبی که 4 سوم پیدا کرده است، شما با این طریق حرام سوم اون بیچاره را به دست میارید. این نوع از نوعهای قمار میباشد. این قمار هست، حرام هست. همچنین در فتاوای لجنه دائمه در مجموعه یکم جلد 15 صفحه 205 آمدگی است که الیانصیب نوع من القمار و هو المیسیر. یعنی که کانکورسی که امروز میگذرانید این نوع از نوعهای قمار هست و اون میسیری که در آیت ذکر شدگی است در سوره مائده، اون انا همون میسیر است میگوید. والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام. و مالی که به سبب قمار، به سبب کانکورس به دست میاره، این مال حرام هست. صدقه کردنش جایز نیست. صدقه هم کنید شما ثواب نمیگیرید. اگر حلال بدانید نعوذ بالله خطر بزرگ برای شما باز ایجاد می شود. زیرا که این حرام است. الله در قرآن این را حرام اعلان کردگی است. و همچنین بیجوری در کتاب در حاشیه‌اش جلد 2 صفحه 521 قمار را بیان میکند. قمار چی است؟ میگوید هو کل لعب تردد بین غرم و غنم یا غنم. هر دو جایز است، غنم یا غنم. میگوید که کل لعب، هر بازی که تردد بین غرم و غنم، یعنی که اون بازی در بین فایده و ضرر هست، در بین خسارت دیدن و فایده به دست آوردن هست. نمیدونی که
فایده میگیری یا ضرر؟ همین را میگه قمارش میگوید. عیناً انا همین کانکورس هایی که شما میگذرانید ای بلاگرها، این انا همون قمار هست که شما برای فریب مردم چند نواشنیک میگذارید که مردم بیزار است از نواشنیک شما و با این طریق مردم را فریب میکنید. این انا همان قماری هست که الله در قرآن حرامش گفتگی است. میگوید فالقمار هو كل لعب على مال او غیره بین فریقین او اکثر. قمار میگه هر بازی است که با مال میشود یا با غیر مال، با سوم یا با ماشین میمونن یا که تلفن میمونن یا کامپیوتر میمونن یا خانه میمونن یا زمین میمونن، یعنی یک چیزی با ارزش میمونن. بین فریقین دو گروه میشوند، مثلا بعضی وقتا یا بین اکثر یا مثل بین 1000 کس 2000 کس، یک کس صاحب ماشین میشه، یک کس صاحب خانه میشود. گفته همین طور بازی را که ماندید و در اینجا اگر سوم این اشتراک کننده سوم بسپارد، این همون چی است؟ همون قمار است. متساویین فی احتمال الخسارتی، که در اینجا متساویین برابر است که انسان، یعنی که یکسان است که انسان آیا فایده میگیرد یا ضرر میگیرد. نمیداند که انسان فایده میگیرد یا ضرر میگیرد، شاید فایده بگیرد شاید ضرر. یاخذ الغالب من المغلوب، کسی که غالب آمد همه مال میگیرد، مغلوبی بیچاره به هیچی میماند. پس این میگه انا همون قمار است. درباره این میخواهید معلوماتی با تفصیل بگیرید. پس برادران عزیز رجوع کنید به کتاب بدایع صنایع، کتاب مذهب حنفی است، جلد 14 صفحه 106. شرح مختصر خلیل جلد 10 صفحه 191. الجامع از ابن رشد صفحه 339 و شافعی در کتاب امش آوردگی هست همچنین این را، جلد 4 صفحه 243. همچنین ابن خدامه در کتاب المغنی این را آوردگی است، جلد 11 صفحه 131. پس ببینید همه این کتاب های با معتبر، کتاب های چشمرس و کتاب های با ارزش هست که این مسئله را بیان کرده هستند. و همین کانکورسی که شما امروز میگذرانید ای بلاگرها، این کتاب ها همین کانکورس شما را قمار میداند و هر ملای هم اگر این کانکورس های شما را اجازت بدهد، پس اون ملا متاسفانه غلط و خطا کرد یا نفهمید این بازی شما را و خطای ده گرفتار شد. پس از این قول های علما، از حدیث ها، از آیات ها معلوم شد که این کانکورسی که شما میگذرانید این حرام است و ناجایز است و نادرست است و موافق شریعت این حرام می باشد. پس این بود جواب سوال آن دوستان و برادرانی که خواهش کردند در این باره معلومات به دست بیارند. پس این هست معلومات در این باره که کانکورس حرام می باشد. همچنین در اینجا یک یادرس یک فایده براتون ذکر بکنم، یک تحذیر، همچنین میتونم بگم یک تحذیر براتون ذکر بکنم. ای آن کسانی که در این کانکورس ها اشتراک میکنید، بدانید که شما قمارباز هستید، موافق اسلام، موافق شریعت. اگر دانسته باز انجام تید، اما تا امروز کدامید که نمیدانستید معذور هستید. الله غفور و رحیم است، توبه کنید، بازگردید به سوی الله، الله شما را میبخشد. اگر باز نگشتید باز هم انجام دادید، بدانید که شما قمارباز هستید و مالی که با این طریق به دست میارید حرام است. و هر صدقه که انجام دادید بدانید به مثل شمع هستید شما که خودتان میسوزید، حیات خودتان میسوزانید و قیامت خودتان میسوزانید، گوری خودتان میسوزانید و گویا صدقه میکنید و دیگرها را یاردم میکنید. این صدقه شما یگان فایده به جان شما، به زندگی شما، به حیات شما ندارد، جز از مگر اینکه شما پشیمان میشوید و ویلا میگوید که دیگه براتون فایده نمیرسد، فایده به دست آورده نمیتوانید. پس حالا شما وقت دارید که بازگردید از این بازی هایی که امروز مردم تاجیک بیچاره را به این بازی های حرامتان آلوده کردید و مردم را به این تشویق میکنید. از الله بترسید و از این بازی ها دور باشید. پس این بود قول الله و رسول و قول بزرگان دین که بنده براتون رسانیدم
پس الله را شاهد میگیرم در این که من آن چیزی که از اسلام شریعت میدانستم برای شما رسانیدم و هر کدامت که عمل کردید پس بدانید که با سخن الله و رسول و با سخن عالم ها عمل کردید و هر کدامت که عمل نکردید بدانید که ترک سخن الله و رسول و ترک سخن وارثان پیامبر صلی الله علیه و سلم کردید. پس این بود گفتارهای ما، پس این بود قصد و مرام و مقصدی که میخواستیم برای شما برسانیم. با فضل الله، با بزرگی الله الحمدلله که براتان رسانیدیم و یکی شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم تا صحبت های آینده ای که براتان پیشنهاد میکنیم و از یکی شما خواهش میکنیم که از حرام دور باشید، از شبهات دور باشید، از کارهایی که بر ضرر دینتان هست از اونها دور باشید که غضب الله بسیار دردناک است، غضب الله بسیار وزمینی هست که دیگر کسی شما را خلاص کرده نمیتواند. نه پول و نه مال و نه زمین و نه خانه و نه دوست و نه رفیق و نه یگان کس شما را از غضب الله خلاص کرده نمیتواند. برای مخاطر پیش از اون که غضب الله بالاتان میآید شما دور باشید. و همچنین مهاجران محترم که شما سم را با مهنت، با زحمت در خنکی ها، در گرمی ها با مشکلات به دست میارید، سم حلال خودتان حرام نکنید برادران. در راه حرام، در راه این قمار نتیید، از الله بترسید. برکت از بالای شما میرود اگر شما در این بازی اشتراک کردید. الله تبارک و تعالی شما را در زیر عتابش میگیرد، زیر عقابش میگیرد، زیر غضبش میگیرد. دیگه شما خلاص خورده نمیتوانید. از این حساب پیش از اون که غضب الله بالاتون میاد توبه بکنید و دست بکشید از این بازی ها، از این قمارها، از این شیطان ها و شیطان پرست ها و دعوتگران به سوی شیطان و دعوتگران یاردمچی های شیطان. از اینها شما دور باشید برادران و دوستان و پدپیسچیکای انا همون بلاگرانی که شما را دعوت میکنن به این قمار. از اینها دور باشید برادران. سلامت سرورم.